خوش اومدین به کانال خودتون. من سجاد خطیری هستم و اینجا سجکار. تو این ویدیو میخوام تیزرهای جدید برند کاسپین رو بررسی کنم. البته بیشتر از نظر تدوین و مقداری هم به بخش‌های دیگه میپردازم. اخیراً برند کاسپین برای تبلیغ محصول جدیدش و معرفی سفیر تبلیغاتیش یعنی علیرضا حیدری پیشکسوت کشتی ایران 2 تیزر منتشر کرده که هدفش بیشتر در واقع تبلیغ توی پلتفرم‌های نمایشخانگی بوده. البته توی اینستاگرام هم منتشر کرده. تیزر اول بیشتر در مورد علیرضا حیدریه و کنارش به تبلیغ محصول هم داره میپردازه، یعنی یه جورایی بیشتر معرفی سفیر برنده. اما تو تیزر دوم کاسپین داره به شکل مستقیم تری محصول جدیدش رو معرفی میکنه. در مورد تدوین این 2 تیزر از نظر ریتم و زمانبندی تیزر اول در شروع ریتم کندی داره، اواسط تیزر ریتم تندتر میشه، پلانای بیشتری میبینیم و تو پایان بندی دوباره پلانای کمتری میبینیم و ریتم تیزر میاد پایین که به نظرم ریتمش میتونست تندتر بشه و همه چیز توی زمان کوتاه‌تری اتفاق بیفته. چون شما فرض کنید قبل یه فیلم یا برنامه‌ای که مد نظرتونه تو فلان پلتفرم که میخوایم ببینیم، یهو این تیزر بیاد که توی تقریبا 30 ثانیه اولش همه چی خیلی آروم داره پیش میره و سوال اینجاست با چنین شروعی احتمالاً چند درصد این تیزر رو تا آخر کامل میبینن؟ به نظرم احتمالش کمه که اکثریت مخاطبا اینو بخوان کامل بشینن نگاه کنن. همینجا میخوام یه سوال ازتون بپرسم. شما معمولا وقتی توی هر پلتفرمی یه فیلم یا برنامه‌ای میخواین ببینید، قبلش وقتی یه تیزر میاد کامل میشینید میبینینش یا ردش میکنید؟ و اگه آره مثلا چی باعث شده؟ یعنی چه ویژگی و جذابیتی داشته اون تیزر، مخصوصا در شروعش؟ خوشحال میشم توی کامنت ها برام بنویسین. چون ببینید مثلا ما تو تیزر اول چی میبینیم، مخصوصا تو بخش ابتدایی و بخش پایانیش، چون بخش میانی تیزر با تیزر دوم خیلی شباهت داره در کل. حالا تو بخش اول و آخر چی میبینیم؟ تو بخش اول افتخارات و گذشته سفیر برندش رو کاسپین داره نشون میده، اینکه علیرضا حیدری کی بوده و توی بخش پایانی هم این که سوار موتور شده و تو جاده است. خب اون حسی که ایجاد میکنه جالبه. البته خب یه باگی هم وجود داره که به نظرم معمولا وقتی خیلی از مثلا ویدیوهایی که تبلیغ روغن موتور برندهای دنیا هست میبینید، یه لحظاتی هست که اون کسی که رو موتوره با یه هیجانی با یه سرعت بیشتری داره موتور سواری میکنه و اینجا ما چنین چیزی رو نمیبینیم. حالا اینم گفتم یه اشاره بکنم که تا یه هیجانی میخواد اتفاق بیفته میاد تو جاده، خیلی سریع میبینیم که رسیده به یه جایی که بام حالا تهرانه و هیجانی توی موتور سواریش اتفاق نمیفته که مثلا بخواد خواسترش بکنه. حالا شاید خواسته یعنی هدف دیگه ای داشتن، انگار در یک آرامشی خواستن قضیه رو پیش ببرن، ولی شاید اگه بود میتونست جذابتر بشه. و اصلا کلا همینو میخوام بگم، اگه این 2 تیزر با هم ترکیب میشد، این بخش افتخارات و گذشته‌ای که داریم میبینیم و بخش موتور سواریش اگه به این شکل که یه هیجانی هم حالا ریز توش وجود داشت ترکیب میشد با چیزایی که توی تیزر دوم میبینیم و اینا در نهایت میشد یک تیزر 1 دقیقه‌ای، به نظر من شاید میتونست نتیجه بخشتر باشه. البته اینا کارایی خودشو داره. این تیزر اول انگار یه پیش درآمدیه، یه مقدمه‌ایه برای تیزر دوم و مثلا خب شکل غیر مستقیم تری داره تبلیغی که داره اتفاق میفته. اینو متوجهم، ولی نمیدونم، حس میکنم یا این 2 باید یه جور دیگه ای ارائه میشد یا اینکه اگه همین بود شاید یه تیزر بود خیلی میتونست نتیجه بخشتر باشه. حالا در مورد هماهنگ بودن ریتم تدوین و موسیقی، توی تیزر اول کاتا به خوبی با ضرب آهنگ موسیقی هماهنگ شده، اما تو تیزر دوم خیلی از کاتا رو ریتم نیست و نکته اینجاست که عناصر مختلفی باعث میشن که مخاطب بیشتر همراه بشه با ویدیو و تیزری که ما داریم تدوین میکنیم و یکی از اون عناصر هماهنگ بودن صدا و تصویره. الان تیزر دوم در کل ریتم خوبی داره، من خودم تیزر دوم از نظر ریتم بیشتر باشه ارتباط برقرار میکنم، ولی اگه ظرافت بیشتری به خرج میداد توی مچ کردن کاتا و ضرب آهنگ موسیقی، به نظر من میتونست باز نتیجه جذابتر بشه. از نظر شیوه روایت توی هر 2 تیزر داره تدوین موازی اتفاق میفته. یعنی ما از یه طرف علیرضا حیدری رو میبینیم که داره حاضر میشه، میخواد سوار موتور بشه، روغن موتور رو میریزه و میره توی جاده و همزمان باهاش ورزش کردنش رو داریم میبینیم که این همزمانی یه اتفاقی رو داره رقم میزنه. با توجه به شعار تیزر که میگه پرتوان مثل یک قهرمان، این فرم تدوین به درستی انتخاب شده و خیلی داره کمک میکنه که پیام تیزر به درستی انتقال پیدا کنه. چطور؟ اینطور که ما قوی بودن علیرضا حیدری که
قهرمان و پیشکسوت هست رو داریم میبینیم و اینو داره مقایسه میکنه با قوی بودن و پرتوان بودن محصول و اینا کنار همدیگه خوب نشسته، در این حال که شاید در واقع از نظر روایی پیچیدگی یا خلاقیت مثلا تازه‌ای به کار نبرده، ولی در عین سادگی این مقایسه و این روایته خیلی خوب داره منظور رو میرسونه، پیام تیزر رو به خوبی داره انتقال میده و این خیلی خوبه. در مورد صداگذاریش با افکت‌های صوتی که استفاده کرده به خوبی تونسته تقویت حس بکنه یه سری لحظات رو و یکی از جایی که خیلی جذابه اینجاست. توی صداگذاری گاهی برای اینکه روی چیزی بیشتر تاکید بکنیم که برای مخاطب خاص‌تر بشه، بهتر همه صداها رو قطع بکنیم و یه تمرکز صوتی به وجود بیاریم، مثل این پلان که یهو موسیقی قطع میشه و ما فقط صدای روغن موتور رو میشنویم که به نظرم به خوبی تونسته توجه مخاطب رو جلب بکنه و خیلی باحال و جذاب شده. در مورد کارگردانیش تو تیزر اول از نظر میزانسن و دکوپاژ تو شروع ویدیو به نظرم میتونست اتفاق بهتری بیفته. ببینیم حالا چی داریم میبینیم. ما در شروع مدال ها رو میبینیم که مشخصه همه اینا یه پلانه. جام کات میخوره، آقای هیدری رو میبینیم، بعد از جاش بلند میشه، جام کات میخوره، میره به تصویر ویدیو پروژکتور نزدیک میشه که کشتی های گذشته که انجام داده رو میبینیم، جام کات میخوره، همینجوری میره پایین، یه روند کندی داره. در حالی که اگه این سه تا عنصر یعنی مدال ها، علیرضا حیدری و تصویر ویدیو پروژکتور در موقعیت نزدیکتری تو فاصله کمتری از هم قرار میگرفتن و طوری دکوپاژ میشد که ما اینا رو تو فاصله زمانی کوتاه‌تری میدیدیم و میرفتیم ادامه ماجرا، میتونست خیلی بهتر باشه. یعنی نهایتا 10 ثانیه یا 15 ثانیه اول تیزر، نه اینکه تقریبا مثلا 30 ثانیه رو اختصاص داده به این سه تا چیز و به نظر من یه جور فرصت سوزیه و شاید همین باعث بشه که خیلی از مخاطبا سریع ارتباط برقرار نکنن و رد کنن ویدیو رو. بعد در مورد طراحی صحنه‌اش ببینید در کل جذاب کار شده، ولی یه خورده ماهیتش برام سوال برانگیزه. اینکه اینجا کجاست؟ خونه است، باشگاه است، گاراژ، پارکینگ، چیه؟ چرا همه چی تو همه؟ در آخر میخوام بگم که این دوتا تیزر به صورت کلی جذابن و تا حد زیادی تونستن پیام برند رو انتقال بدن به مخاطب. شاید اگه یک سری نکات رو بیشتر رعایت میکردن میتونستن موفق‌تر و جذابتر عمل بکنن. اگه این ویدیو براتون جالب و مفید بود، لایک، کامنت و مخصوصا سابسکرایب یادتون نره. انرژی بدین که در ادامه قوی‌تر بتونم ویدیوهای بیشتری رو بررسی بکنم. خیلی مخلصم. فعلا.